5 نصیحت پدرانه بهت بکنم که اگر این 5 نصیحت رو تو زندگیت اجرا کنی، مطمئن باش از تمام لحظات عمر زندگی لذت میبری و در اواخر عمرت هرگز از عملکرد زندگیت پشیمون نخواهی بود. نصیحت اول من به تو این هستش که مرتب یاد بگیر و آموزش ببین، به خاطر که تمام زندگی یه مش مهارته و تو باید این مهارت‌ها رو با آموزش قشنگ دریافت کنی و کسب کنی تا بتونی بهتر زندگی کنی. دومین توصیه که به شما میکنم این هستش که مراقب باش که چه دوستانی رو انتخاب میکنی که در اطراف و اکناف تو باشن، به خاطر که همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل دین بیافزاید. سومین نصیحتی که دوست دارم بکنم اینه که بسیار مراقب سلامت خودت باش، چه از نظر تغذیه و چه از نظر ورزش و غیره، که همیشه بدن سلامتی داشته باشی. چهارمین توصیه که دوست دارم بکنم اینه که مراقب باش که چه شغلی برای خودت انتخاب میکنی و قطعاً باید شغلی باشه که به قول معروف آب باریکه نباشه و قابل توسعه باشه، که هرچه بیشتر تلاش میکنی درآمد بیشتری داشته باشه. و آخرین توصیه که دوست دارم بکنم بحث ازدواجه، که مراقب باش با یک انسان درستی ازدواج کنی که یک عمر بتونی لذت ببری و گرفتار نشی و آخر عمرت پشیمون نباشی که این چه ازدواجی بود که من کردم.